عشق اساسش یک گندگی است. چرا یک بچه سر یک دختر بیگانه عاشق میشه؟ اگر این قلب خوب می داشت، چشم پاک می داشت، چشماش عفیف و پاک می بود، سون دختر نامحرم سیل نمی کرد. یه عزیزی که سیل کرده نهایت درجه شهوت است که شهوت غلیان میکنه یا عاشق میشه. پس هر کسی که عاشق هست سر دختر نامحرم عاشق شده، ضد قرآن عمل کرده، به خاطر که در قرآن میگه ولا متخذات اخدان، شما روابط سردی با نامحرما نداشته باشی. دختره که میگه کت فلانی بشه که من تو را دوست دارم، در موبایل برش مسیج میکنه، بازو بر از او مسیج میکنه که من تو را دوست دارم، ما عاشقت هستم، من معشوقت هستم، یا ضد قرآن عمل کردن و یا نهایتش از شهوترانی زیاد و از چشم چرانی زیاد. الله میگه که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای مؤمنا بگو که چشمایتون از نامحرم چی کنین؟ بپوشین. این قدر سوی نامحرم سیل کرده که بیخی عکس نامحرم در قلبش در آمده.